چون با خدای یگانه‌ام، پس با خیر و مصلحت خود نیز یگانه‌ام. چون خدا هم بخشاینده است و همچنین موهبت، پس بخشاینده را نمیتوانم از موهبت جدا کنم. من این بار را به دست خدا می سپارم و خود را آزاد می کنم. شادمانی هم کار خداست. پس هیچ کس نمی تواند در آن دخالت کند. نقشه زندگی خود را به دست طراح الهی می سپارم تا اوضاع خود را کامل و عالی بیابم. هر طرحی که پدر آسمانی من در نیف کنده باشد از هم می پاشد و هم اکنون آرمان الهی چهره می نماید. همه را می بخشایم و همه مرا می بخشند. همه دروازه ها به ناگاه گشوده می شوند و تأخیر و صلاحاً به سویم می آید.